سلام زنبارا، خوبی؟ سلامتی؟ تیا خوشحالی؟ شکر الحمدلله. تو خوبی؟ خب کی؟ خوبه دیگه، چه خوبه دیگه، خوبه دیگه، مایم بده دیگه دختر خوب. یعنی تو به من همه لغاز میچینی، همون دیگه برو مرغا همه لغاز میچینی. خود تو همه هر رقم خسرونی میایه تو مدام برای کلاخ کفتر میگیری که او دنه تو زندگی دختر خونه خراب کنی به قرآن. همین دختر تو به خونه میمونه، اگه دیگه می یک خسرون هم در چه خرسی بکن تو جگر همه برارک مرم به شلوندی بو دیگه پینت تو ندگه تو هم. یک وقتی میبینی دختری بخونه تاجر میفته که تاجر گدا میشه، دختری میبینی بخونه گدای میفته تاجر میشه دیگه، دمشته گپا میزنی. خب ارزی بیترم به تم پیدا نمیشه چون کتر به قرآن تو قبیت کلاخ کفتر بگی که دختر تو همت توروش شما خونه بمونه. خب خداحافظ برو تو چی بودی ایف برامه قرآن دلم برامه تو بشعلندی. حالا همین دختر برامه بخت بسته که الهی خیلی نبینه که وقت دختر برامه بسته کرده تکه شب خیلی. مردم افغانستان کار دیگه گیاد ندارم غیر از زندگی ها مردم خراب کنم. سلام خانم. سلام خونده نماشی. خوبی سلامتی؟ شکر. بخیری؟ باشه. چی گپایه؟ با کی؟ مردم افغانستان چه کاره؟ چی گپایه؟ همین دختر برام میگم. خب دخترک برام خیلی نبینم الهی بخت بسته کردن. بخت چیو؟ بخت بسته کردن هر خستونی میره خوش نمیکنه میره. رقم گپا میزنی زن؟ گپایی بزن که اصلا به عقل برابر بیایی. خب راست میگم، دروغ نمیگم. وقتی بسته کردن هر رقم خستونی میایه خوش نمیکنه. این گپ بجو چی گپ رفت که هر کس میایه او خوش نمیکنه؟ چرا خوش نمیکنه؟ دختر رزی میشه مادر رزی نمیشه، مادر رزی میشه دختر رزی نمیشه. خب وقتی بستیه دیگه زن برام نمیشناسی. سیگو خانم جان همین بدبختیار همه خود ما با بار میاریم که فلانی بخت بسته کردن، فلانی چه کارک شد، فلانی بچون چه کار شد. این گپای نه همه گپ مفته. همین زن برا تو وقتی که بچگی میایه به خونی یا فامیل بچه میایه به خستونی سرک و پاچک میزنم که های سر کجه، های پای کجه، های چشمای کلاجه، های چیه خب معلوم دار بر میخزه میره. حالی گپا خونیه که سعی کنه همین بچه مسلمانی از 5 وقت نماز خونی از بچه بی فیل و بیمه عملی هسته بدم بریو. هم گپ خوبه که اونا دارن که والله بچه سرمایه نداره، بچه بچم خدی پیر مادر خونه، بچه بچم بچه نانیه یک بچیه و بچم هر چی به در نمیاد مرته که خودم ایت دختر برات از آسمان افتاد داشته نمیستانم. شما میشته گپا میزنه. شمایی نداره، اینه شمایی نداره. انا عمال به تو میگم که اگر به دختر ما بیای تو ای بیرات بگیری دختر ما مثل دختر برات تا تو بخونه باد میکنه میمونه. همه قدر سعی کنه که بچه بی فعل و عمل باشه به دری و ندری هیچ وقت نکنه. او به دست خداه که اگر دختر ما خواست خدا باشه مثلا خوشبخت بشه پولدار بشه اپینک از میشو از هم پولدار هم بشه. اگر خواست خدا نرفته خدا تاجر باشه مگر منطقه به گدایی بفته. هم شما شیشی میشه گپا میزنه کلگاره به گدایی تو چه کاشو فلانشه از اون پیش خود رضا میکنه. همین اخلاقی که زن برام داره دارم مگه میشه شما یک به خودش مجال نجیشتم. یعنی عزیز میگم خانم جان که اگه وقتی به دختر ما خسرون میایه تو بی فکر زن برار خو نبشی که اولا من نمیدونم که پول نداره، ای دارای، ای ناداره، ای گدای، ای چه کار فلانه. فقط تقدیر وعده خدا رفته باشه هر کس قامدک به قصد دری و ندری نمیشه. ام بچه خوش اخلاقی باشه، بچه بی فعل و عمل باشه، 5 وقت نماز خونه باشه هیچ غمی نداره به قصد دری منی. خدا من نمیفهمم. نه نمیفهمم دیگه گناه هم از خود مانه. بفهمیدی؟ خود مانیم که بخت دختر خوب است میکنیم، خود مانیم که واسه خلاص میگه پار میزنیم مثلا بخت میاریم. هم وقتی که خود تو خوش نمیکنی به چی مرتکب باشی چی بونی بخت میکنی. والله بخت دختر ما بسته کردم. دختر تو چه کار شده که بخت بسته کنه؟ بخت به دست خود میکنم. این مردم افغانستان نمیشناسی. و خود اگه خوش باشه که دختر حال خوشی ببینه یا به زندگی خوش باشه. 24 سال من پیشم این تمیز نمیستایم. والله خیره برا نبرم بخیر. اینو قومی شمانم. از ما خو اصلا ببین گپا اصلا اعتقاد ندارم. آنی میگم میتونه که فرتی وجرت میشه پیش شیخ برو پیش تعویض نویس برو چه کارک کو فلانک کو میرن که خوب کنه خرابتر هم میشه. خوبه یک زنگ بزنه به برامه.
برا تو چی صلاحیت داره؟ اگه صلاحیت داشته باشه مگر گپ بگو بزنه به خونه باشه از زن خود مثل چی بگم میترسه. حتی که زنجلیلی که بس خلاص هم زن گپ میزنه میته فقط بده خود بزن بگی گپ بزن. چهار ساعته همین برای شما را میره که فقط ما یه بارمان زنگ زنه. نه الو سلام برا خوبی سلامتی؟ شکر الحمدلله. همین یک دو کپا تا بخونیم و بیه که شما کار دار. دو تا کپا هم بیه غمی نداره. همین زود باز زودی بیان بخیر باشه. خدا حافظ. انا رو میفهمونم برا خوب. چی میفهم؟ مهدی که از زن خود میترسه زن بگو بگه نون نخور به قرآن نمیخوره تو میمون بفهمونی کتر با خدا ما مگر 24 سر رنج زن برار تو ببرم ابرار تو ببرم از تو ببرم یلا کمر بگذارم زندگی خود ما همه مثل من نمیشم زندگی شما چیکار شده آخه خودت هم دختر دم وقتی داری یه مقدار به تو میگم یه قدر به کار مردم از خود دخیل نکن به خاطر همه برارک می خاطر برارک دارم ندارم برارک به قرآن شلولی آخو بشار نکن بفرمایید بیاین بیمارستان جان شما جان بخیر سلامتی باشه از اینجوری طرف شید برات بشین سلام برا خوبی سلامتی خیریت باشه خدا نکنه که شما خوبی خوشحالی همین بدبختی ما هم از دست شما میکشیم چرا من چه کار کردم آخه من چی گناه کردم چه کاری نداره خواهر من چی گناه کرده که اشکار میریزی من میریزم دیگه گناه داره آخه زن تو نه حال کمی این اشکار برار با واسطه دختر تو میریزونم به من چیه و دختر برار با خسرون آمده بس خلاص ما چه کارک وقت دختر همین برار خوب بگردم همین خسرون بیامده همین بیترین خسرون به چی بیجانشینی نیه به چه خوبیه زن تو چه روغزه میگه بچم این سر کجه این پای کجه و بچم این دنه تو رو هم استیمل کرده سکوریش رو مثل دوغ بریزو بتونه آبا سن تا سه تا سر بیچاره دل برار رو بده خدا دل بده خدا آلیه لک شلولو آخه بشار نکنه که داره 2 ماه جو اگر راست بپرسی همین زن به من در به در کرده عرض میکنم زری میکنم که من هر کس چی میگم نوا و نستعلق نچین به زی نگو که ایتنه به اون نگو که ایتنه همین 24 ساعت جار و جنجال خب برای خوب بگردم من همین میگم که مرقا خستونه میای زن تو کلاخفته به مردم میگیره من میگم زودتره کمی دختر تو بره پشت بخت خود اقلا تم یک نفس راحتی بکشی خب من مایم 2 ماه من دست از این زن چیکار کنم میگم اگر تاجر باشه دیگروال باشه پیلوت باشه بزاز باشه زرگر باشه طلا فروش باشه یک آدم ها ارخای میبینه که چی هنه دخترک محمد خسرون زد بخونه بومو چکار کنم من؟ آخه برا خوب بگردم او تا آدم ها به ما و تو نگاه نمیکنن سلام ماما جان و علیکم مشتنی خوبی؟ شکر شما خوبه؟ خیلی بینی تشکر خوش آمدین سلامت باشی ماما جان ماما خوبه دختر شما خوبه؟ شکر رحمتی ها خوشحال بودم سلام زیاد میرسوندم دیگه فرصت نشد که اونا رو بیارم زنگ زدم گفتم زودی میام باز بخیر به سر فرصت میای ماما جان تیار خوشحال باشی خوشحال شد ماما خیر بینی برو نه برو درستا خورا برو سیکو خسر بره مواظب دکپایی خم باش زرگر میره اون آدم پیدا میکنه که پس واخد 10 نفر بیای بخونی عرض بشه بخونی شما راست بزاز اموته تاجر اموته حامال هم 5 تا میمون بیای اون زن ترس کرده میتونه نه بابا باور کنیم شعله غرور در دستیو میخورم دل شما پس آدم میگه کسی پیدا میکنه که بم رقم آدم بخوره اما یک مطلب چی میگه من نمیفهمم خوبه اگه میگه دیگ مچرخه همون سر خور پیدا یا میگه پا خور اندازی گلیم خود راست کن خیلی بینیم حالی هم خصوصی بیره باید طوری باشه که همین کسی که به شما خصوصی میایه بخوره به شما دعوا زرگر و تاجری گپار به زن خوب گویله کنه هم یک دفعه سیاست به خرج دیگه برادر ایته که تو چیزی بومی هر چی زن تو میگه تو گوشک میزنی اوتنیه انا من دختر به خدا فقط امروز در ساعت خلاص شه بخیر خوشی به قرآن هم هر کس ماه باشه بیای برای من فرق نمیکنه خدا کنه از کابل باشه قندهار باشه از هر جا ماه باشه من میگم از بامیان باشه به چی بی فیل عمل باشه به چی 5 وقت نماز خونی باشه به چی با ادب باشه کرچیونه باشه برای خالی ما خود از این زن خوشکار کنم اگر راست بپرسی از امروز اول تأثیری خور از این زن هستم دیگه الان لکمی میترسم میگم مقابل از این شلیته استاشم باز خودم جنجال نکنه دیگه نشه خسر بره خوب واقعیت هم جلوی رو تو میگم تو آدم زنزلیلی اگه نه که زن چیه برده درسته زن از اون میگه مشوره بگیر ولی به گپ بعضی وقتا نکن حالی همین خسرون میای به همین خونه تو مقبول
بشی خد زن خو سیکو بچه تو سیکو زن تو چی میفهمه 4 دیواری خونه شیشتیه راست میگی او رو بچه تعقیب کو سیکو بچه برابری هست بچه مسلمانی هست فاتح کو بده که بره اولا این غم نمیشه من مگر پوستین خوار چپه بپوشونم امید به خدای برا رو من از خدا آرزوم همینه که تو پوستین چپه بپوشی من یک نفس رو راحت بکشم پوستین خودشو بره همون شوا نمزد وزی بعد پوستین میپوشیدی حال پوستین او چپه پوشیده باشه حالا بس دیگه تنه نده تو بخورم با برا من تنه نداره دیگه همه آدمی که از زن خوب بترسید دیگه چی صلاحیت داره بخونه دختر به خصوصی میان زن کلاغ کفتر برای مردم میگیره ای خیر بینیم اما هر کدوم یک ارادی میگیره یک نوع و نستعلیقیت میداره میگم این رقم نمیشه خیلی رقم میشه مگر یک فکر بکن و تو تا حال فکر نکردی که حال می فکر کنی نه دیگه حال فکر نکن یعنی چی میری زن خود طلاق میدی نه خب همین گپی که شما گفتیم همین کارو میکنم چه کار میکنی من از خود غیرت نشون میدم دیگه این تکه نمیشه که هر چی رو بگم من بگم چشو